روش نافرمانی مدنی که در بیرون از کشور و حتی در خود کشور، داخل کشور، بخش‌هایی از اپوزیسیون و یا بخش‌هایی که جزو اپوزیسیون خودشون رو جا زدن در طول سالیان دراز و در حال حاضر مردم رو تشویق میکنن که به روش نافرمانی مدنی روی بیارن. این روشی نیست جز هدر دادن وقت، زمان، خون و انرژی مردم و هیچ جوابی، هیچ نتیجه‌ای به غیر از سرخوردگی و شکست نخواهد داد و متاسفانه همونطور هم که در حال حاضر در طول سالهای اخیر شاهدش بودیم به احتمال قوی به این حالت هم ادامه پیدا